فکر میکنی برای اینکه گرافیست حرفه‌ای بشی باید استعداد توی نقاشی داشته باشی یا گرونترین قلم نوری رو بخری و باش کاراتو انجام بدی؟ بهت دروغ گفتن، همشو بریز دور. توی این ویدیو نمیخوام مثلا بگم چطور از ابزار گرادینت یا رکتنگل استفاده بکنی. میخوام بهت یه نقشه گنجی رو نشون بدم که گرافیستای حرفه‌ای از اون استفاده میکنن و به کارشون رسیدگی میکنن. این نقشه گنج برای شروع کار توه. بهت قول میدم که اگه تا آخر ویدیو با من همراه باشی بهت میگم که تا 30 روز آینده چی کار بکنی تا به گرافیست حرفه‌ای تبدیل شی و مهمتر از اون کسب درآمد کنی. اینم لیست کارهایی که توی این ویدیو بهت آموزش میدم و طبقش پیش بریم. بخش اول، تله‌ای که همه توش میافتن، تله آموزش. اوکی، بیا رو راست باشی. چند تا ویدئوی آموزش فتوشاپ از صفر دیدی؟ 1، 10 تا، 20 تا. میری ویدیو رو میبینی و بعدش حال میکنی و خیال میکنی چه بدونم پیکاسو شدی. بعدش میری به این صفحه سفید نگاه میکنی و مثل یه آدم گیج نمیدونی که از کجا باید اصلا شروع بکنی. به این میگن تله آموزش. تو داری ابزار رو یاد میگیری. مشکل ابزار نیست، مشکل نقشه نداشتن توه. تو مثلا یاد میگیری چجور فلانجا سایه بزنی ولی اصلا نمیدونی کجای طرح و چرا باید از این قابلیت جلوه استفاده بکنی. بذار حالا 3 تا قانون مخفی گرافیستای حرفه‌ای رو بهت بگم. خب اصل داستان اینجاست. میخوام 3 تا قانون به تو بگم تا مغزتو کاملا ریستارت بکنه. اینا تکنیک فتوشاپ نیستن، اینا قوانین بازی هستن. قانون اول، یه دزد حرفه‌ای باش. پیکاسو میگه هنرمندان خوب کپی میکنن، هنرمندان بزرگ میدزدن. منظور این نیست که بری طرحهای بقیه رو ببینی و بگی این طرح مال منه. نه، منظور اینه که مثل یک کارگاه حرفه‌ای طرحها رو باز کنی و بگی چرا فلان بک‌گراند و فلان جلوه با فلان رنگ توی این طرح اینقدر قشنگ جلوه کرده. چیه این چشم رو گرفته؟ برو توی سایت پینترست یا فریپیک و طرحها رو ببین و مغزتو تغذیه بده. قانون دوم، محدودیت بهترین دوست توه. وقتی همه امکانات فتوشاپ جلوته گیج میشی، ولی اگه مثلا بهت بگم فقط از فلان جلو فلان فونت استفاده بکنی، اون موقع است که فکرت به کار میفته و خلاقیتت فوران میکنه، چون باید برای حل این مشکل تمرکز بکنی. پس چالش برای خودت بذار، مثلا طراحی پوستر فقط با اشکال هندسی، ببین چی از آب در میاد. قانون سوم، کپی نکن، مهندسی معکوس کن. این ادامه همون قانون اوله. یه طرح قشنگو بیار و سعی کن دقیقا مثل اونو بسازی. نه برای اینکه کپی کنی، برای اینکه بفهمی چجوری ساخته شده. با این کار تکنیک ها 1000 برابر سریعتر توی مغزت میشینه تا اینکه بخوای از یه اسکرین رکوردری یه گرافیست فلان طراحی رو ببینی و از این آموزش خوش یه چیزایی دستگیرت بشه. خب اینم اون نقشه گنجیه که من به تو قولش داده بودم. هفته اول، مأموریت غواصی. هر روز 1 ساعت فقط وقت بذار برای دیدن. یه پوشه بساز به اسم ایده های خفن. هر چیزی که چشمتو گرفت، از پوستر یه فیلم گرفته تا لوگوی فلان کافه، همه رو بریز داخل این پوشه. زیرش بنویس چرا از این پروژه خوشت اومد. هیچ نرم افزاری رو باز نمی کنی، فقط تحلیل کن. هر 2 روز یه بار یکی از اون طرحهای خفن رو بردار و سعی کن پیکسل به پیکسلشو بسازی. حالا اگه گیر کردی برو داخل یوتیوب مثلا سرچ کن How to create X effect in Photoshop. حالا آموزش هدفمنده. این خیلی تاثیرش بیشتر از یه آموزش خشک و خالیه. هفته سوم، مأموریت چالش و محدودیت. حالا وقت خلاقیته. هر روز یه چالش برای خودت بذار. مثلا بگو امروز یک طرح من میسازم که فقط رنگای سیاه‌سفید داخلش باشه، یا مثلا فقط از فونت ایرانسنس یا کودک داخلش استفاده میکنم، یا مثلا یه کاور موزیک طراحی میکنم فقط با یه رنگ و 2 تا فونت. اینا برای یادگیریه، کاراتو فقط برای خودت نگه دار. هفته چهارم، مأموریت پروژه واقعی. یه پروژه فکر برای خودت تعریف کن، مثلا طراحی منوی فلان رستوران خیالی، یا پوستر یه فیلمی که اصلا حتی ساخته نشده، یا بهتر از اون برو به اون سوپری محلتون بگو من برای شما یه تراکت مجانی میزنم و این کارو به بهترین نحوی که میتونی براش انجام بده. حالا نقشه رو داری؟
چند تا طرح خفنم برای دل خودت زدی. سوال اصلی، پولش کجاست؟ چجوری این مهارت که اینقدر براش زحمت کشیدی و به پول تبدیل کنی؟ فکر نکن باید 6 ماه صبر کنی تا بتونی به اون درآمد دلخواهت برسی. باید از همین الان شروع بکنی. 3 تا مسیر جلو پاته. مسیر اول برای کسانیه که خیلی هنوز اعتماد به نفس نداره. برو تو محلتون، مثلا اون کافه که همیشه میری و اشاد قهوه ازش میگیری. برو مثلا پیج اینستاگرامی یا مثلا منوشون رو ببین و براشون ایده بنویس. بگو من فلان ایده رو برای فلان پروژه‌تون دارم. در بدترین حالت چیه؟ خب میگه نه. در بهترین حالت چیه؟ شما یه نمونه کار میذاری تو جیبت، یه مشتری بالقوه میگیری، استرست هم خیلی کمتر میشه. مسیر دوم، کوچ‌نشین دیجیتال، ورود به دنیای فریلنسری. وقتی 2-3 تا نمونه کار برای خودت جمع کردی، بهتره بری توی زمین بازی بزرگتر. بهش میگن فریلنسینگ. توی این سایت ها ثبت نام کن، ولی نه فقط ثبت نام. نمونه کارتو با گرافیک بالا آپلود کن، پروفایل بساز و خودتو به کارفرماها اولش با پروژه‌های کوچیک و قیمت‌های کم شروع کن. اینجا هدف دریافت درآمد خیلی خوب نیست. اینجا دریافت امتیاز مثبت توی اون سایت و حوزه‌ای که فعالیت می‌کنی هستش. وقتی اولین پروژه رو با موفقیت به اتمام برسونی، مثل دومینوه، بقیه‌اش هم به ادامه میاد. مسیر سوم، کارخونه داری، ساخت محصولات دیجیتالی. این یکی دیگه آخرشه. حتی وقتی که خوابی هم میتونه به کارتت پول واریز بشه. به جای اینکه برای یه نفر طراحی بکنی، میتونی یه طرح خیلی قشنگ بزنی و اون رو داخل سایت ها بذاری و بفروشیش. به جای اینکه یک طرح رو برای یک نفر بزنی، یک طرح میزنی و به چندین یا حتی 10 نفر میفروشیش. این یه راه بلند مدته، ولی وقتی بهش برسی بهترین گزینه است و درآمد خیلی خوبی هم داره. این 3 تا مسیر بود که میتونی ازش به درآمد برسی. از محلتون شروع کن، برو داخل دنیای فریلنسری و بعدش هم کارخونه دیجیتالی خودتو طراحی کن. ولی بذار یه نکته طلایی رو بهت بگم. برای همیشه مجانی نمون. پروژه اولتو مجانی انجام بده، ولی برای پروژه دومت یه پول کمی هم که شده از کارفرمات بگیر. اینجوری بهش نشون میدی که برای طرح خودت ارزش قائلی. برای طرح خودت ارزش قائل باش، حتی اگه اول مسیر باشی. خلاصش همین میشه. خب حالا که فهمیدی چجور میشه از این راه به درآمد رسید، بذار حرف آخر رو یه حقیقت تلخ هم بهت بگم. اون حقیقت تلخ اینه که قراره گند بزنی زیاد. طرحی که توی هفته دوم و سوم برای خودت طراحی میکنی احتمالاً افتضاح عذاب در بیاد. هیچ کس از روز اول خوب نبوده. اون کسی که تو داره طرحاشو میبینی و میگی چه طرح پوستر خفنیه، از همون روز اول اینجوری نبوده. اون 1000 تا طرح بد داشته و برای تمرین خودش که تو هیچ کدومشو ندیدی، فقط این طرحی که توش موفق شده رو داری میبینی. فرق تو با کسی که موفق میشه توی استعداد نیست، توی استمراره. توی اینه که بعد از که 1 ماه حرفه‌ای شدی، روز 31 32 و در ادامه روزها همینجور کارت و حرفتو گسترش بدی. امیدوارم مغزت از این همه ایده خفن سود کشیده باشه. این فقط یه سیستم برای شروع کار بود. گرافیست شدن یه مقصد نیست، یه مسیره. حالا نوبت توه. میخوام توی کامنت ها برام بنویسی بزرگترین ترسی که برای این مسیر داری چیه. وقتی بنویسیش نصف قدرتش از دست میده. اگه با این ویدیو حال کردی و فکر کردی اون جرقه داخل ذهنت زد، اون لایک رو با تمام قدرت بزن و سابسکرایب و زنگوله بغلش هم بزن تا هر موقع نقشه گنج دیگه برات پیدا کردم یه ببینی. تا ویدئوی بعدی بدرود.